به طور کلی ضمیرهای اشاره به دو دسته اصلی تقسیم بندی میشن که هر دسته شامل 2 تا ضمیر هستن که این ضمیر اشاره به نزدیک مفرد میکنه و معمولاً برای اشاره به موقعیت‌های خاصی در جمله Is this your book؟ این کتاب توه؟ مال توه؟ Yes it is. Those are آنها هستند. Those aren't اونها نیستن. بیاین ببینیم از اول ویدیو تا الان چی یاد گرفتیم بچه. با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی کانال 0 تا 100 آموزش زبان انگلیسی. در خدمت شما عزیزان هستیم با یک ویدیوی آموزشی دیگه که توی این ویدیو قراره به pronouns in English بپردازیم. ضمیرها در زبان انگلیسی. این ویدیو از سری دروس هستش و در ادامه آموزش های قبلی که مربوط به پارت آف اسپیچ بود، اگر یادتون باشه و ویدیوها رو تماشا کرده باشید، ما به ناون ها یعنی به اسم ها و به ضمیرها اشاره کردیم که ضمیرهایی که اشاره کردیم بهشون ضمیرهای فاعلی بودن و توی این ویدیو میخوایم بپردازیم به ضمیرهای اشاره که یاد میگیریم با این ضمیرها چطوری صحبت هامون رو حرفه‌ای تر بکنیم و بتونیم باهاشون در زمان حال و گذشته صحبت بکنیم و همچنین به اشیایی که دور و نزدیک ما هستن اشاره کنیم. پس اگر میخواین که گرامرتون رو یکم ارتقا بدید، حتما این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. Demonstrative pronouns یا همون ضمیرهای اشاره چی هستن و چه تعریفی دارن؟ قبل از شروع درس تعریف این رو با هم دیگه یاد میگیریم. ضمیرهایی هستند که برای اشاره به شخص‌ها و اشیا یا یه چیزای خاص، مفاهیم خاص استفاده میشن که این ضمیرها معمولاً برای مشخص کردن موقعیت یا مکان یک چیزی در رابطه با فاصله اونها از شما و یا حتی از یک گوینده میتونن استفاده بشن. به طور کلی ضمیرهای اشاره به 2 دسته اصلی تقسیم بندی میشن که هر دسته شامل 2 تا ضمیر هستن که به دور و نزدیک اشاره میکنن. میریم تا تک تک اینها رو با هم دیگه بررسی بکنیم و در قالب مثال اینها رو بهتر یاد بگیریم. اولین ضمیر اشاره که میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم بچه‌ها this هستش. this به معنی این و برای مفرد استفاده میشه. شاید این سوال براتون پیش بیاد بچه‌ها اصلا مفرد یعنی چی؟ اینو برای اون دسته از دوستانی توضیح میدم که با کلمه مفرد زیاد آشنا نیستن. مفرد معمولاً به چیزها یا اشیا یا حتی انسانی که تک باشه اشاره میکنه، یعنی اینکه تک باشن، یک دونه باشن، به صورت 2 تا 3 تا یا جمع استفاده نمیشن. خب this به معنی این و اشاره به مفرد و حالا these به معنی اینها اشاره به جمع میکنن. پس this برای مفرد و these به معنی اینها برای جمع اشاره میکنن. بچه‌ها هر 2 تا این ضمیرها به افراد نزدیک یا اشیایی که در نزدیکی شما هستن اشاره میکنن. پس ببینین ما درباره ضمیرهای اشاره لیمیتی نداریم، محدودیتی نداریم که آیا انسان باشه یا اشیا باشه یا حیوان باشه. ما میتونیم با این ضمیرها به هر دسته اشاره بکنیم. فقط تنها جایی که ما باید رعایت بکنیم توی جمع و مفرد بودن اون اسم هستش که اگر مفرد باشه شما از this اشاره میکنید و اگر جمع باشه از these اشاره میکنید. حالا این 2 تا ضمیر اشاره همیشه به نزدیک اشاره میکنن. بریم سراغ that. کلمه that به معنی آن و اشاره به مفرد میکنه بچه‌ها، ولی همینطور که از معنیش اینجا میبینید برای دور هستش و جمع that میشه those به معنی آنها که این هم به جمع اشاره میکنه، ولی اینجا این 2 تا ضمیر هر دو به اسمها یا اشیایی که از ما دور باشن یا دورتر از شخص گوینده باشن اشاره میکنن. پس ما 2 تا ضمیر رو برای مفرد و جمع نزدیک و 2 تا ضمیر هم برای مفرد و جمع دور تا اینجا یاد گرفتیم. میریم دونه به دونه اینها رو با هم بررسی کنیم. کلمه
اولمون this به معنی این بود و همینطور که براتون توضیح دادم اشاره به نزدیک مفرد یا تک رو میکرد. هر چیزی که نزدیک من باشه و ازش یک دونه باشه ما میتونیم اون رو با this نشون بدیم و بیشتر در زمان حال استفاده میشه. این زمان حال رو شما یه گوشه از ذهنتون نگه دارید تا توی اسلایدهای بعدی براتون توضیح بدم منظور از این زمان حال چی هستش. پس تا اینجا ما میگیم ضمیر this برای نزدیک مفرد و چیزی که در نزدیکی شخص گوینده باشه استفاده میشه. میریم سراغ مثال هاش. به این مثال ها بچه دقت کنید ببینید که چی داریم. This is my brother. This is my brother. همینطور که میبینید من با this دارم به یک انسان اشاره میکنم. بهتون گفتم که ما میتونیم this رو برای انسان هم استفاده کنیم، ولی این نکته رو داشته باشیم بچه که وقتی this برای انسان استفاده میشه بیشتر جنبه معرفی اون شخص رو به خودش میگیره. این برادر منه. This is my brother. یا this is delicious. This is delicious. این خوشمزه است. همینطور که میبینید this همیشه با فعل to be مفرد یا همون is میاد توی جمله. This is exactly what I wanted. This is exactly what I wanted. این دقیقاً همون چیزیه که میخواستم. یا this pencil is very sharp. This pencil is very sharp. این مداد خیلی تیز هستش. حالا میریم سراغ ضمیر اشاره دیز. اشاره به نزدیک جمع بچه‌ها. من وقتی که چیزی در نزدیکی من باشه و از یک دونه بیشتر باشه اون رو با دیز اشاره میکنم. دیز همیشه به صورت جمع به کار میره، یعنی فعل تو بیش هم باید آر باشه یعنی جمع باشه و اسمی هم که براش استفاده میکنیم همیشه باید به صورت جمع بیاد یعنی اسم جمع رو به خودش بگیره. خب اینجا رو دقت کنید به این مثال ها تا این رو بهتر درک کنید. ببینید میگه These apples are fresh. These apples are fresh. این سیب ها تازه هستند. اینجا من اپلز رو که با دیز آوردم اونو چیکار کردم بچه ها؟ جمع بستم. این یک قانونه. با ضمیرهای اشاره جمع هر اسمی که میاد باید اونا رو جمع ببندید. These people are my friends. These people are my friends. اینها دوستان من هستند یا این افراد این آدم ها دوستای من هستند. These flowers smell amazing. These flowers smell amazing. این گلها بوی فوق‌العاده‌ای دارن. دوباره من flower رو با دیز آوردم پس اون رو به صورت جمع استفاده کردم. حالا میریم سراغ that. اشاره به دور مفرد و به معنی آن هستش. بچه‌ها ما از that برای چیزی یا شیئی که از ما میتونیم به انسان رو هم استفاده کنیم. همینطور که میدونید بچه‌ها برای اشاره به یک شی یا یک فردی که از من گوینده یا شمای گوینده دور هستن و ما این that رو بیشتر در زمان گذشته هم استفاده میکنیم. این that که الان گفتم در زمان گذشته مثل زمان حال this بچه‌ها توی ذهنتون یه گوشه داشته باشین. میخوام جداگانه براش بپردازم. that به طور معمول بچه‌ها برای مفرد استفاده میشه و به چیزی اشاره میکنه که از شمای گوینده یا حتی شما شنونده هم اگر باشه دور هستش، با شما فاصله داره. میریم سراغ مثال هاش. این جمله رو ببینید. دوباره من با that آوردم. that هم چون مفرد فعل تو بیش هم is هستش. That is my car over there. That is my car over there. اون ماشین منه که اون طرفه یا ماشین اونجا مال من هستش. That building is very old. That building is very old. اون ساختمون خیلی قدیمیه. That was a great movie. That was a great movie. اون فیلم عالی بود. I don't like
that idea. I don't like that idea. من اون ایده رو دوست ندارم. خب دقت کردین بچه ها، ما that رو تو تمام این جملات به صورت مفرد استفاده کردیم. حالا میریم that رو جمع میبندیم. جمع that میشه چی بچه ها؟ those به معنی آنها و اشاره به دور جمع میکنه و برای اشیا و یا افرادی که از گوینده و شنونده دور باشن استفاده میشه. those بچه ها مثل this هم برای جمع استفاده میشه. پس فعل to be این ضمیر اشاره هم are هستش. به این مثال ها میخوام که خوب دقت کنید. Those trees are very tall. Those trees are very tall. ببینید من those رو دارم، trees رو که باش آوردم جمع بستم، فعل to be هم که باش اومده دوباره جمع بسته شده. اون درخت ها خیلی بلند هستند. یا those chairs are comfortable. Those chairs are comfortable. اون صندلی ها راحت هستند. Those are my parents. Those are my parents. اونا والدین من هستند. Do you see those stars? Do you see those stars? اون ستاره ها رو میبینی؟ پس ببینید من those رو اینجا دارم با اسمای جمع میارم. شما در حال تماشای ویدیوی گرامر با موضوع ضمیرهای اشاره یا demonstrative pronouns از کانال صفر تا صد آموزش زبان انگلیسی ما هستید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. این ویدیو رو لایک کنید و اگر حس میکنید که دوستانتونم به این ویدیو نیاز دارن حتما براشون بفرستید. میریم سراغ ادامه درس. تفاوت‌های زمانی و مکانی ضمیرهای اشاره رو می‌خوایم بهش بپردازیم. بچه‌ها یادتونه گفتم زمان حال و گذشته رو یه گوشه ذهنتون داشته باشین. می‌خوایم بپردازیم به اونا. ما در زمان حال بچه‌ها از this و these بیشتر برای اشاره به چیزهایی که در زمان حال هستن استفاده می‌کنیم یا توی یک موقعیتی که نزدیک ما باشن. خب ما موقعیت‌هاش رو صحبت کردیم و گفتیم آقا چیزی که نزدیک من باشه اگر یک دونه باشه this، اگر جمع باشه با دیس اشاره میکنیم. حالا میخوام برم درباره زمان حالش یکمون رو یاد بگیرم. یعنی چی که این دیس و دیز رو ما در زمان حال استفاده میکنیم؟ مگه اینا فعلن؟ نه فعل نیستن بچه ها، ضمیرن. ولی ما یه کاربردی که میتونیم از این ضمیرها داشته باشیم تو زمان حاله. به این مثال دقت کنید تا خوب متوجه بشین. ببینید this chair is comfortable. This chair is comfortable. این صندلی راحته. اینجا دارین به اون صندلی اشاره میکنید بچه‌ها که در حال حاضر دارین. ببینید دقت کنین اون صندلی که الان دارینش، الان هست. اوکی؟ حالا میریم سراغ زمان گذشته یا آینده. ببینید that و those ما یاد گرفتیم که برای اشاره به چیزی یا اشیا یا انسانی که از ما دور هستن استفاده میشن و یک کاربرد دیگه که این that و those دارن تو زمان گذشته هستن. یعنی چی؟ یعنی اگه بخواید در مورد یک چیزی یا یک اتفاقی که قبلا براتون افتاده صحبت بکنین و یه چیزی رو تو اون اتفاق بهش اشاره کنید، میایین از that و those استفاده میکنین. بچه‌ها خیلی راحته. مثال رو ببینید چی داریم اینجا. میگه those shoes were really expensive. Those shoes were really expensive. اون کفشا خیلی گرون بودن. اشاره به یک چیزی یا اون کفشی داره که شما یا تو گذشته یا اونو دیدین یا داشتین یا مثلا فرض کن توی مغازه جایی رفتین پوشیدین نتونستین بخرینش. به هر حال خب میایین تو خونه مثلا میگیم یادته اون کفشا خیلی گرون بود. پس اینو با چه اشاره میکنین؟ با یا اگر مفرد باشه that و اگر مثل این مثالمون shoes رو داشته باشین و جمع باشه با those اشاره میکنین. مثلا میگین I saw you that night. من تو رو اون شب دیدم. ببین اینجا با دتی که دارین جملهش رو میسازین با دت دارین به یک شبی اشاره میکنین که تو زمان گذشته بوده. میگه من تو رو اون شب دیدم. یا میگین that مثلا party was great. اون مهمونی عالی بود. یعنی چیزی که تو زمان گذشته اتفاق افتاده. اما اگر همین مهمونی بچه در زمان حال باشه و شما الان تو مهمونی حضور داشته باشین، اون رو با چی میگین؟ با this میگین. This party is great. این مهمونی
عالی هستش. پس فرق this و that رو ما اینجا یاد گرفتیم. that رو در زمان گذشته و طبیعتا جمعش رو هم میتونید تو زمان گذشته استفاده کنید و this و these رو در زمان حال میتونید ازش استفاده بکنید. حالا میریم سراغ کاربردش. یکی از کاربردهای مهمی که بچه‌ها ما میتونیم با ضمیرهای اشاره داشته باشیم استفاده اونها تو جمله‌های سوالی هستش. به این ساختار دقت کنیم. ما وقتی یک ضمیر اشاره رو توی جمله سوالی می‌خوایم استفاده کنیم، این ضمیر اشاره طبیعتاً داره با یک فعل تو بی میاد. بچه‌ها میتونه با فعلای دیگه هم بیاد. من مثال ساختاری که دارم اینجا با فعل تو بی هستش. توی جمله سوالی اگر فعل تو بی تو جمله‌تون داشته باشین، حالا فعل تو بی‌ها کدوما بودن؟ am، is و are. هر کدوم از این فعل های to be اگر در جمله باشن برای سوالی کردن فقط کافیه که جاشون رو با فاعل جمله عوض بکنید. حالا ببینید بچه‌ها، فعل to be تون به اضافه ضمیر اشاره و سابجکتتون و همون فاعلتون در جمله. به این مثال خوب دقت کنید. Is this your book? Is this your book? این کتاب توه؟ مال توه؟ Yes, it is. بچه‌ها یکی از پاسخهای رایجی که شما میتونین برای ضمیرهای اشاره داشته باشین جواب با ایته. شما میتونین با خود this هم جواب بدین. یعنی بیان بگین yes this is، بله هست. ولی معمولا به صورت معمول میگن وقتی سوال yes no question میپرسین، وقتی با this میپرسین جواب رو باید با it و اگر با جمع ضمیرهای اشاره سوال میکنین باید با they جواب بدین. حالا yes it is، بله اون هست. اگر منفی جواب بدین no it isn't. No it isn't. نه اون نیست. پس این جواب منفی و مثبتی که ما میتونیم به این سوال پرسشی با فعل to be و یک ضمیر اشاره داشته باشیم. بریم سراغ قسمت بعدی. Are those your friends؟ ببینید یک ضمیر اشاره جمع رو داریم و اون رو توی جمله سوالی استفاده کردیم. جای فعل و فاعل رو دوباره با هم دیگه عوض کردیم. اونا دوستای شما هستن؟ Are those your friends؟ Yes they are. بله اونا هستن. ببینید ما با these یا those که بپرسیم میتونیم با they جواب بدیم. یعنی اینجا چه these باشه چه those باشه بچه‌ها جمع اگر باشه شما با they جواب میدین. No they aren't. نه اونا نیستند. میریم سراغ سوالیش با یک کلمه پرسشی. کلمات پرسشی اصلا چی هستن؟ کلمات پرسشی بچه‌ها یک سری عبارت و کلمه هستن که ما به وسیله اونها میتونیم قسمت‌های مختلف یک جمله رو سوالی کنیم. مثل what چه چیزی، when کی یا where کجا، how many چند تا. اینا رو بهشون میگن کلمه پرسشی. حالا من یک کلمه پرسشی اینجا دارم what چه چیزی. حالا میپرسم what's that؟ What's that؟ اون چیه؟ It's my new car. It's my new car. بچه من اینجا میتونم با that هم جواب بدم و بگم that's my new car. این اصلا اشتباه نیست. خب اون ماشین جدید منه. کاربرد بعدیش رو در جملات منفی با هم دیگه بررسی کنیم. بچه‌ها یه ضمیر اشاره توی یک جمله‌ای که بیاد اگر اون جمله منفی باشه به چه صورت استفاده میشه؟ ببینید this is، این هست. حالا میخوام بگم این نیست. چی میگم؟ فقط کافیه که به اون فعل to be که توی جمله دارم چی اضافه کنم یا not اضافه کنم. This isn't، این نیست. That is، آن هست. That isn't، اون نیست. یا these are، اینا هستند. These aren't، اینا نیستند. Those are، آنها هستند. Those aren't، اونها نیستند. پس برای منفی کردن جمله‌ای که توش ما ضمیر اشاره داریم فقط کافیه که به فعل to be که تو جمله داریم بچه‌ها یه دونه چی اضافه کنیم؟ یه دونه not اضافه کنیم و جمله برای ما منفی میشه. حالا بریم سراغ چند تا مثال. This is not my pen. من این از حالت خلاصه در آوردم تا اول دقیق ببینید که چطوری ساختش و بعد با هم دیگه اونو کانترکشن یا خلاصه میکنیم. This is not my pen. این قلم من نیست. خودکار یا مداد من نیست. Those are not my shoes. Those are not my shoes. اونا کفشای من نیستن. اینو قشنگ میتونین بچه اینجا خلاصه کنین، راحت بگین this isn't یا بگین those aren't.
That is not what I said. That is not what I said. این چیزی که گفتم این نیست، یا اون حرفی که زدم این نیست. حالا یک کاربرد دیگه که داره بچه‌ها توی جملات امریه. ما یک استفاده دیگه که میتونیم از ضمیرهای اشاره داشته باشیم، از اون 4 تا ضمیری که یاد گرفتیم، اونها رو میتونیم در جملات امری هم استفاده کنیم. این جملات امری به خصوص زمانی که میخوایم به یک چیزی اشاره کنیم استفاده میشن. ببینید این مثالو. Put those chairs here. Put those chairs here. اون صندلی‌ها رو بیار اینجا یا بذار اینجا. پس ببینید میگه اون صندلی ها. حالا اگه می‌خواست بگه این صندلی ها میشد چی؟ این دو تبدیل میشد به these. Put these chairs here. ببینید جمع هستش. یا take this book. Take this book. این کتابو بگیر. این کتاب رو بگیر. ببینید جمله دستوری و امری هستش و من در جملات امری میتونم از ضمیر اشاره استفاده کنم. حالا that و those برای اشاره به چیزهایی که دور بودن، یا ما میخواستم در مورد یک وقایع یا یک چیزی که تو زمان گذشته اتفاق افتاده و دربارش صحبت کنم، میتونستم از that و those استفاده کنم. حالا بریم سراغ یک جمع‌بندی کلی درباره ویدیوی امروزمون. ببینید بچه‌ها، ما توی این ویدیو ضمیرهای اشاره رو در زبان انگلیسی یاد گرفتیم و یاد گرفتیم که چقدر این ضمیرها نقش مهمی در اشاره به مکانها، زمانها، اشیا و یا افراد توی موقعیت‌های مختلف دارن. این ضمیرها به ما یاد میدن و به ما کمک میکنن که بتونیم دقیق‌تر و واضح‌تر به چیزی اشاره کنیم و مشخص کنیم اون چیزی که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم نزدیک ماست یا از ما دوره. و همینطور این ضمیرها رو میتونیم توی جملات سوالی، منفی و امری ازشون استفاده بکنیم و به ما کمک میکنن تا مفاهیم رو به صورت خاص‌تر توی مکالماتمون استفاده کنیم. یک کاربرد خیلی خوبی هم که این ضمیرها برای ما دارن در زمان بودن که در زمان گذشته و در زمان حال یاد گرفتیم که از اینها چطوری استفاده کنیم و میتونه توی صحبت‌های روزمره‌مون خیلی کاربردی باشه. مرسی که تا آخر این ویدیو جذاب با ما همراه بودید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. بچه‌ها برای این ویدیو خیلی زحمت کشیده شده. لطفاً لایک کنید، شیر کنید و برامون کامنت بذارید و اگر چیزی مد نظرتون هست، موضوعی رو دوست دارین که دربارش ویدیو بسازیم، حتما توی بخش کامنت برامون بنویسید. قبل از خداحافظی یادتون نره که ما یک دوره فوق‌العاده جذاب داریم برای شما دوستایی که دوست دارین تو خونه انگلیسی رو راحت و سریع و اصولی یاد بگیرین. فقط کافیه که به این وبسایت سر بزنید و از ویدیوهای رایگانی که اونجا براتون قرار دادیم استفاده کنید. تا ویدیوهای بعدی و موضوع گرامر بعدی، خدا نگهدار.